در این درس کوکمون 2 سول دو هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیون شده. ری کرون داریم، می بمول، لا بمول، سی بمول. یه موقعی لا کرون میشه، یه موقعی هم سول کرون میشه. موقعی که لا کرون میشه به اوج دشتی میریم و موقعی که سول کرون میشه از حالتهای اصلی آواز دشتی هست. در دشتی سول هستیم، شور دو. سول صاف می فا سول سول دو سیل سول سول صاف می فا سول سول دو سیل سول لا سول فا سول کرون سول صاف می فا می فا یک یک سول سول فا می لا سول فا سول سول می فا سول سول فا می دوم میاد رو سی بمول. یک اشاره کوچیکی میخوایم به اوج داشته باشیم، لا کرون میشه اشاره سی سی دو سی لا بمول سول سول می فا سول تکرار میشه سی سی دو سی لا بمول سول می فا سول. این بار میخوایم بریم به اوج سی سی دو لا کرون بود. دو انگشت اول میاد ره دو پس شب دو سی دو سی دوم میاد رو سول سول می فا سول. اوج دوباره تکرار میشه و بعد جمله ترجیباً از لا لا سول سول فا سول سول